سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. خب تو این ویدیو میخوام براتون از اتفاقاتی که برام افتاده توضیح بدم. یکم دارم سریع حرف میزنم، ببخشید. خب اما همین که داره بارون میاد، همه بنده مهاجرت کردم و اومدم اسپانیا و قرار یک سری ویدیوهایی داشته باشیم که من یعنی مراسم های اسپانیایی چجوره، جاهای دیدنی این شهر چه شکلیه، قیمت چه شکلی تونه اسپانیا و بقیه چیز. یعنی بخش بعدی که قرار بوده من ماها قبل به شما قول دادم یه مثلا حالت ویدیو گیم بگیریم با هم و در واقع با هم بازی کنیم. تقصیر من بوده به خاطر اتفاقاتی که افتاده و قرار از این هفته شروع کنیم این اتفاقو که شروع کنیم ویدیو رو. اتفاق که نه، یعنی مثلا شروع کنیم این مدل ویدیوها رو، ویدیوهای گیمینگ رو شروع کنیم و این بازی ها رو میخوام بسپارم از شما برای گیری کنید. بازی های لگو داریم، بازی های لگو استار وارز هست و لگو اونجرز و لگو سوپر هیروز و لگو پارک جوراسیک. اساسین کرید اودیسه داریم و اساسین کرید سیندیکیت دیگه. ارزم بوده شما اف سی و فورتنایت. بین این بازی ها تو کامنت ها رای گیری شه لطفا، رای گیری کنید ببینید کی بیشتر بازی ها دوست داره و طرفدارای استار وارز که خودم هم یکیشونم حتما یک عدد قلب سبز بذارن که مثلا نماد جدای استار وارزه. خب دیگه عرضم بزرگ شما که ما یه سری آپدیت ها داشتیم نسبت به ویدیو، اینطوریه که هر ویدیو قوی تر از ویدیوهای قبلی. تو این ویدیو ما دوربین عوض کردیم و انشالله تو ویدیوهای بعدی مایک میگیریم، تو ویدیوهای بعدی ترش همینجوری دوربین عوض میکنیم، همینجوری هی میریم بالا. فقط این بستگی داره که شما چجوری از بنده حمایت میکنید و به بنده انرژی میدید، لایک میکنید، ساب میکنید، کامنت میذارید که بنده در واقع انرژی بگیرم و این کارا رو انجام بدم و این آپدیت ها انجام بدم، بازی ها رو کامل بازی کنم. همش بستگی به خود شما داره. و یه تشکری هم میکنم از ادیتور این ویدیو و ویدیو قبلی، دستش در نکنه، خیلی زحمت بکشه ادیتورمون. آره بله. خب پس تا ویدیوی بعدی، آدیوس. امیدوارم از این مدل خدافزی کردن خوشتون بیاد. من الان نمیدونم، خودتون بگید چجوری خدافزی کنم، همونجوری خوش مثل قدیم یا اسپانیایی بگم یا زبونهای دیگه، هر چی شما بگید، یا چند تا زبون با هم همزمان بگم. برای همین تا ویدیوی بعدی خداحافظ.